اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. از میان سوال هایی که به عنوان این جانب وارد شد یکی این بود که دوستان پرسیدند چرا بعضی از قوم‌های هند گاو می‌پرستند، دلیلش چیست، علتش چیست؟ خواستند در این موضوع یک توضیحی اندک داده شود. در مقام پاسخ به این پرسش اول لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که در رابطه با پیدایش هندویزم، یعنی این تقدیس گاو در میان دین هندویی که معروف به هندویزم است رواج دارد، چون در هندوستان ماشاءالله ادیان متعدد وجود دارد. حتی بعضی ها به 150 عدد دین را اونجا برشمردند. اما دین هندویزم از معروفترین ادیان هندوستان است که شاید امروز حدود 600 میلیون پیرو دارد. در داخل خود هندویزم هم یک دینی نیست که عرضم به حضور شما همه کسانی که به این دین منسوب هستند مراسم عبادی یکگونه داشته باشند یا اعتقادات یک نواخت داشته باشند. نه، این دین هم در زیر چتر این دین ماشاءالله مذاهبی مختلف وجود دارد. حتی نمیتوان گفت مذهبند، اینا دینند، چون بعضی از این ادیان هندویی هیچ سنخیتی وجود ندارد، با هم بیگانه هستند کاملا. هندویزم عرضم حضورتان گاو را خدا نمیداند. نه، در دین هندویزم دو خدا مطرح است، یکی شیوا یکی ویشنو. شیوا در رابطه با شیوا خودشان گفتند، حالا من از کتاب خودشان بعضی مطالب را اینجا آماده کردم بخوانم. شیوا خدای تخریب و تولید است، یعنی خراب میکند و به وجود میبیارد و موجودات و اشیا را از میان میبرد و ایجاد میکند. بعد بهش واجب الوجود هم میگنن ها. البته نه اون چی که در اسلام مطرح است و از طریق ریاضت و اشرت مورد احترام قرار میگیرد. شیوا هندوها معتقدند که علامت و نشانه شیوا لینگاست، به همین خاطر مجموعاً شیوا لینگا نام میگذارند به این خدا. اگر دوستان دیده باشند در فیلم ها و یا بعضی از این مستندها، این شیوا دارای 3 چشم است و بازوهای متعدد دارد. عرضم حضور شما نیمه مرد و نیمه زن است، پدر و مادری تمام اشیا شمرده می شود این شیوا. اما ویشنو حافظ جهان است، خدایی است که حافظ جهان است و اون هم اگر دیده باشید 4 بازو دارد و ویشنو با اشکال مختلف در میان مردمان ظاهر می شود، گاه در شکل مار، در شکل خوک مثلا شیر، و زمانی هم در شکل راما یا کریشنا حلول میکند. در راما و کریشنا حلول میکند و ظاهر میشود، مثلا حافظی جهان هستیم. خب حالا اینا اعتقاد به این دو خدا دارند. بعد از مراسم عبادتی این هندوها یکی همین تکریم خدایان است و یک سلسله فرائض را انجام میدهند به افتخار این خدایانشان و از مجسمه های خدایان
مراقبت میکنند. این هم خودش یک مراسم عبادی است و از حیوانات مقدس اینها مراقبت میکنند. مجسمه های حیوانات مقدس مثل گاو و میمون و نمیدونم حتی تو بعضی از این بین ادیان هندویی مردمی هستند، گروهی هستند که آلت تناسلی را ببخشید پرستش میکنند، یعنی تقدیس میکنند. خدا نمیدونند اما مورد تکریم و تقدیس این هاست. بعد در شطهای مقدس، در دریاهای مقدس اینها تغسل میکنن، شستشو میکنن. مثلا در گانگا اینها غسل کردن در آن را یک نوع عبادت میدانند. و زیارت معابد هم یکی از مراسم عبادی آنهاست که بیشتر معابد هندوها در شهر بنراس قرار دارد در هندوستان. اما گاو آره همونطوری که اشاره شد یک حیوانی مقدس است در نزد هندویی ها. حالا هندو میگم منظور هندی ها نه، یعنی کسانی که پیروی دین هندویی هستند. البته این گاو ما فقط در تقدیس و تکریم گاو رو فقط در دین هندویسم نمیبینیم. شما در دین مصری باستان هم شاید سراغ داشته باشین، یعنی هست تو تاریخ که گاو مورد تقدیس و تکریم بعضی از ادیان بود، ادیان قبل از اسلام در مصر، در بین النهرین. حتی در آیین زردشت هم گاو یک از قداست خاصی برخوردار است. و در قرآن هم هست که وقت بنی اسرائیل همراه موسی از رود نیل رد میشند و حضرت موسی به میقات میرود 40 روزه، بنی اسرائیل در نبودی حضرت موسی و تقلید از اقوام گاوپرست یک گوساله‌ای درست میکنن، طلایی از طلا ساخته شده بود که همون سامری میسازد و در برابرش عبادت میکنند. توجه هستید؟ و بعد موسی که برگشت آنها را سرزنش میکند. این مقدس است، حیوان مقدس، و معتقدند که در یعنی علت تکریم و تقدیس از گاو در نزد این ادیان به این خاطر است که معتقدند این تجلیگاه روحی مثلا جدی بزرگ است، یا همچنین اعتقادی دارند اینها، عبادت میکنند آن را، اما خدا نمیدانند. یعنی خیلی از بت پرستا ما فکر میکنیم بوتان را خدا میدانند. نه، لزوما کسی که بت پرست است چنین نیست که بوت را یا حالا گاو ولا هرچی بود، مار، حیوان را خدا بدانند. اینها به عنوان حیوانات مقدس یا توتیم‌های مقدس مورد احترام و پرستش هستند، اما خدا نمیدانند. و عبادت و پرستش این حیوانات و این مجسمه ها را یک نوع تقرب با خدا میدانند. حتی مشرکانی زمان حضرت پیامبر در زمان جاهلیت، مشرکان معتقد نبودند که این بوتان هبل و لات و عزا و اینا خداست. نه، اینها هم اعتقاد داشتند که خدا یکتاست. در قرآن هست وقتی از آنها پرسیده می شود که کیست که آسمان ها و زمین را آفریده است، میگویند خداست. کیست که مدبر امور در جهان است، تدبیر کننده امور جهان است، جواب میدهند که خداست. بعد وقتی میپرسند پس شما چرا این بوتان را میپرستید، میگویند ما اینها را فقط به این جهت پرستش میکنیم که اینها لیقربونا الی الله زلفا،
اینها یک وسیله نزدیکی ما به خدا می شود، وسیله تقرب، یعنی پرستش میکنن یعنی. این هندو هم همینطور، اگر در برابر مجسمه های گاو و نمیدونم مار و میمون و اینها عبادت میکنند آنها را، نه به این خاطر است که خدا دانند، نه، یا تجلیگاهی روحی مقدس و بعد یا معتقدند که مثلا در کریشنا و راما مثلا خدا حلول میکند، به همین خاطر مورد پرستش است. خدایانشون همون شیوا و ویشنو است که اشاره شد. و این بود پاسخ دوستان عزیز. در پایان این پاسخ به این نکته اشاره کنم که ما باید خدا را شکر کنیم که خداوند با نعمت اسلام ما را از این گونه خرافات و دینهای جاهلی نجات داده است. الحمدلله. یعنی اگر حضرت پیامبر فرستاده نمیشد، چه بسا این مردم ما هم علیاذ بالله یا گاو پرست بودن یا خر پرست بودن، از این قبیل چیزها. متوجه هستید؟ البته این نکته قابل اشاره است که ما درباره آغاز یک دین هم هیچی نمیتوانیم بگیم. خیلی از ادیان است اینها با گذشت، با مرور زمان تحریف شده اند. یعنی چی بسا اصلی دینی هندویزم، من میگم چی بسا با قاطعیت نه، بالاخره چند هزار سال عمر دارد این دین. در ابتدا شاید یک دین حق بودگی، شاید کسی که این دین را برای اولین بار آورده است پیامبر بوده است، اما با مرور زمان، با گذشت زمان، پیروانش تحریف در آن دین ایجاد کردند، یعنی تغییر دادن آن دین را. خیلی که امروز مسیحیت و یهودیت را هم پیروانش تحریف کرده اند و از آن صورت اصلیش دیگرگون ساخته اند، چه بسا این ادیانی که ما در هند سراغ داریم هم خب شاید همینطور باشد. البته بعضی دینهایی که هست اینها سرچشمه اش معلوم، مثلا سیک ها اینها حدود قرن 15 میلادی پیدا شده اند و معلوم است که چی کسی این را پایه‌ریزی کرده است. یا یک دینه بود که اکبر شاه، همین شاه مسلمانی هند، از نواده های بابور آمد، خواست بین مردم هند یک اتحاد ایجاد کند و گفت برای این اتحاد باید دینها با هم یک شوند. آمد بین دین اسلام و نمیدونم بودایی و هندویی و آش پخت و یک دینی به گمان خودش عرضه کرد و البته بعد پسرانش اینا از بین بردند. اکبر شاه و چند تا از همراهانش این کار را کرده بودند. به هر حال در رابطه با آغازی خیلی از ادیان ما با قاطعیت نمیتوانیم بگوییم که اینها در ابتدا مثلا از ابتدا یعنی با انحراف شروع شده است. نه، چه بسا دین حق بوده است و بعدا پیروانش در آن انحراف ایجاد کرده اند. بعد خب سوالم نمی شود که پس چرا در قرآن نیست؟ خب قرآن هم قرار نیست در باره 124,000 پیامبر برای ما قصه کند که در اون صورت قرآن میشود فقط نقل داستانی پیامبران. قرآن کتاب تاریخی نیست که قصه نیست. توجه هستید؟ مطلب دیگر این است که